فیلتر شکنی که فقط 30 ثانیه صبر میکنیم تا وصل بشه، مخصوصا برای اینستاگرام. بسیار عالیه این VPN که توضیحات تکمیلی رو بهتون میدم. خب الان 30 ثانیه هم طول نکشه، فقط تو 10 ثانیه VPN من وصل شد. و اگر بخوام حالا وارد یوتیوب بشم، خب الان وارد یوتیوب شدم و خیلی عالی برای یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام جواب میده. برای وبگردی هم عالی هست. و حالا چند روز پیشم گذاشته بودیم این VPN رو، ولی حالا شما نکاتی که باید رعایت کنید، بارها گفتم باید بیاید تنظیمات خودتون رو پروتکل 4 قرار بدید. چرا پروتکل 4؟ شما وقتی میایید در واقع اکسس پوینت ایجاد میکنید، رو پروتکل 6 هست که الان توضیح میدم چطوری به پروتکل 4 تغییر بدید. خب شما وارد تنظیمات میشید و بعد وارد شبکه ها میشید و از اینجا خب وقتی یک اکسس پوینت ایجاد میکنید، اولا که در حال حاضر حالا بارها گفتیم اسمشو و اون APNش google.com باشه و میای پایین تر اینجا رو پروتکل 4. خب اگه 6 بذاری جواب نمیده، پس رو 4 سیو کنید. خب کلی اطلاعات این VPN همینه. شما میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و لینک رو در اولین کامنت میذارم. اگر به گوگل پلی دسترسی ندارید، لینک در واقع APK که از گوگل پلی دانلود کردم میام بکاپ میگیرم و داخل یکی از وبسایت ایرانی آپلود میکنم که بتونید اونجا خیلی راحت دانلود کنید.